بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نزول این کتاب از جانب الله شکست ناپذیر حکیم است. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آسمان ها و زمین و آنچه را که بین آنهاست را به حق و هدفمند و برای مدتی معین آفریده ایم، ولی کافران از آنچه به ایشان هشدار داده شده روی گردانند. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. ای پیامبر، به مشرکان بگو آیا به بت‌هایی که به جای الله به نیایش می‌خوانید توجه کرده اید؟ به من نشان دهید چه چیز از اجزای زمین را آفریدند. آیا در آفرینش آسمان ها شرکتی داشتند؟ اگر راست میگویید از کتاب های آسمانی پیشین یا دانش گذشتگان دلیلی بیاورید. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. کیست گمراهتر از آن که به جای الله افرادی را به نیایش می‌خواند که تا روز رستاخیز هم پاسخش را نمی‌دهند و از درخواستشان بیخبرند. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. و چون در قیامت مردم احضار شوند، آن معبودان باطل دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار خواهند کرد. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. و چون آیات روشنگر ما بر کافران خوانده می شود، آنان در مورد سخن حقی که به دیشان رسیده است میگویند این جادویی آشکار است. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. یا میگویند محمد قرآن را خود جعل کرده و به الله نسبت داده است. ای پیامبر، به آنان بگو اگر من آن را جعل کرده و به الله نسبت داده باشم، پس شما نمیتوانید در برابر عذاب و خشم الله از من دفاع کنید. الله به آنچه شما درباره اش سخنچینی میکنید آگاه تر است و به عنوان گواه بین من و شما کافی است و او آمرزگار مهربان است. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بگو من پدیده ای نوظهور در میان پیامبران نیستم و نمیدانم سرنوشت من و شما چه خواهد شد. تنها از آن چه به من وحی می شود پیروی می کنم و فقط هشدار دهنده ای آشکارم.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بگو به من بگویید اگر قرآن از سوی الله رسیده باشد و با آنکه شاهدی از بنی اسرائیل مشابهش را با تورات گواهی کرده و ایمان آورده باشد و شما در برابرش انکار و تکبر کنید، آیا گمراه و ستمگر نیستید؟ بیگمان الله ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کافران به مؤمنان میگویند اگر قرآن شایستگی داشت، آنان که بردگان و فقیرانی ناچیزند در پذیرشش بر ما سبقت نمی گرفتند و چون بدان هدایت نیافتند میگویند این قرآن دروغی قدیمی است. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرى للمحسنین. در حالی که پیش از قرآن کتاب موسی راهنما و رحمت بود و این قرآن کتابی است که تورات را به زبان شیوای عربی تصدیق می کند تا به ستمکاران هشدار دهد و برای نیکوکاران بشارت باشد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، آنگاه از بندگی غیر او سرباز زدند و بر اعتقاد خود پای فشردند، ترس و اندوهی نخواهند داشت. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آنجا خواهند بود. این پاداش اعمالی است که انجام داده اند. و وصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. به انسان سفارش کردیم که در مورد پدر و مادرش به شایستگی نیکی کند، به ویژه مادر که به دشواری بار حمل او را بر عهده دارد و با دشواری وضع حمل می کند و دوران بارداری و شیرخوارگیش مجموعاً حدود 30 ماه است. او پرورش می‌یابد تا به حد رشد برسد و در 40 سالگی که توان جسمی و ذهنیش کامل است میگوید پروردگارا به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خوشنود گردی و فرزندانم را شایسته گردان. به درگاهت توبه نموده و بازگشتم و تسلیم فرمانت هستم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
آنان کسانی هستند که ما نیکوترین کارهایشان را میپذیریم و از گناهانشان در میگذریم و در زمره اهل بهشتند. این وعده راستی است که به آن نوید داده شده اند. والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. و آن که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، چگونه به من وعده می دهید که از گور بیرون آورده خواهم شد، در حالی که پیش از من نسل‌های فراوانی رفتند و باز نگشتند. پدر و مادرش به درگاه الهی زاری می کنند که فرزندشان را هدایت کند و به او می گویند وای بر تو، ایمان بیاور که وعده الهی راست است. اما او پاسخ می دهد این وعده ها فقط افسانه های پیشینیان است. اولئک الذین حق علیهم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. این افراد در زمره گروه‌هایی از جن و انس هستند که پیشتر فرمان عذاب الهی در موردشان تحقق یافته است. بیگمان آنان زیانکار بودند. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. هر گروه بهشتی یا دوزخی درجاتی بر حسب اعمالشان دارند تا حقی ضایع نگردد و الله اعمالشان را به تمامی کیفر می‌دهد بی آنکه در حقشان ستم شود. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. روزی که کافران بر آتش عرضه می شوند به آنان خطاب می شود نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیا از بین بردید و از آنها بهره‌مند شدید، پس امروز به خاطر برتری جویی ناحق و انحرافی که در زمین داشتید با عذابی خفتبار مجازات می شوید. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ای پیامبر، سرگذشت هود برادر قوم عاد را یاد کن، آنگاه که در سرزمین احقاف قومش را هشدار میداد، در حالی که هشدار دهندگان دیگری نیز در گذشته‌های نزدیک و دور آمده بودند و چنین میگفت که تنها الله را بپرستید که من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین. آنان گفتند آیا آمده ای که ما را از پرستش معبودانمان بازگردانی؟ اگر راست میگویی عذابی که به ما وعده میدهی پیش آور. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
هود گفت وقت نزول عذاب را فقط الله می‌داند و من پیامی را که مأمور ابلاغ آن شده ام به شما میرسانم، ولی شما را گروهی نادان می‌بینم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم. و چون آن عذاب را که به صورت ابری در جهت دشت و دره‌های حاصلخیزشان پیش می آمد مشاهده کردند، با شادمانی گفتند این ابری است که رحمت بر ما میبارد. هود گفت نه، بلکه همان عذابی است که برای رسیدنش شتاب داشتید، تند بادی است که عذابی دردناک با خود دارد. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. طوفانی است که هر چیزی را به فرمان پروردگارش در هم میکوبد، آنگاه چنان هلاک شدند که جز خانه‌های ویران آنان اثری به چشم نمیخورد. ما بزهکاران را این گونه کیفر می‌دهیم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. به قوم منقرض شده عاد چنان ثروت و قدرتی داده بودیم که به شما مکیان هرگز نداده ایم، و با آن که به آنان نیز چشم و گوش و دل داده بودیم، اما گوش و چشم و دلهایشان سودی به حالشان نداشت، زیرا آیات الهی را انکار می کردند و سرانجام عذابی که مسخره‌اش می کردند دامنگیرشان شد. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. بسیاری از مردم شهرهای پیرامون شما مکیان را هلاک کردیم، ولی قبلا نشانه ها و دلایل توحید را به شکل‌های مختلف در میان آوردیم، باشد که از کفر و گمراهی بازگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پس چرا بت‌هایی که مشرکان آنان را برای تقرب به الله معبودان خود گرفتند به هنگام بلا یاریشان نکردند، بلکه از نظرشان ناپدید شدند و سرانجام دروغ‌ها و تهمت‌هایشان همین بود. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ای پیامبر، به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را سوی تو فرستادیم که قرآن را بشنوند، پس چون نزد پیامبر حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید تا به آیات قرآن گوش فرادهیم، و چون تلاوتش به پایان رسید نزد قوم خود بازگشتند تا به آنان در مورد عواقب سرپیچی از فرمان حق هشدار دهند. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. گفتند ای قوم،
ما آیات کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده است و کتاب‌های آسمانی پیش از خود را تصدیق می‌کند و به سوی حق و راه راست هدایت می‌نماید. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألیم. ای قوم، سخنان توحیدی این دعوتگر را که به سوی الله فرا می‌خواند بپذیرید و به او ایمان آورید تا الله برخی از گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک در امان بدارد. ومن لا يجب داعی الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئك في ضلال مبین. و هر که سخنان دعوتگری را که به سوی الله فرا می‌خواند نپذیرد و به وی ایمان نیاورد، هرگز الله را در زمین به تنگ نمی آورد و در برابر الله یاور و کارسازی نخواهد داشت، چون این کسانی در گمراهی آشکارند. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. آیا مشرکان ندیده اند و نمیدانند الله که آسمانها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها درمانده نشد قادر است مردگان را نیز زنده کند؟ آری، او بر هر کاری تواناست. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که کافران بر آتش عرضه می شوند از آنان پرسیده می شود آیا این آتش حق نیست و حقیقت ندارد؟ آنان می گویند آری، سوگند به پروردگارمان که چنین است. آنگاه الله می گوید پس به سزای آن که قیامت را انکار می کردید عذاب را بچشید. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پس ای پیامبر، تو نیز همچون پیامبران اولوالعزم که همواره ثابت قدم بودند در برابر آزار و تکذیب قومت شکیبا باش و در مورد درخواست عذاب آنان شتاب نکن. روزی که این کافران عذاب موعودشان را در جهان آخرت ببینند کیفرشان چنان طولانی است که گویی فقط بخشی از روز را در دنیا به سر برده اند. این قرآن پیامی عمومی برای جن و انس است. آیا جز نافرمانان هلاک می شوند؟